امیدش را نیز با خود می بردند. خدمتکاران طلسم شده تنها همراهان او بودند. شمعدان پیر با نوری گرم تلاش می کرد تالارها را زنده نگه دارد. ساعت قدیمی با صدای تیک تاکش گذر بیرحم زمان را به او یادآوری می کرد. فنجانهای کوچک و ظروف نقرهای گاه با شوخیهای ساده می کوشیدند لبخندی بر لبان دیو بیاورند. اما او به ندرت پاسخ می داد. نه از روی بیمهری بلکه از ترس. او می ترسید به هر چیزی دل ببندد. می ترسید آخرین گلبرگ بیفتد و همه چیز برای همیشه پایان یابد. سالها گذشت. برفهای بسیار باریدند، بهارهای بسیاری آمدند و رفتند، اما هیچ کس جرأت نزدیک شدن به قصر را نداشت. در روستاهای اطراف مردم از هیولایی سخن می گفتند که در قصر نفرین‌شدهایی زندگی می کند. کودکان داستان او را با ترس زمزمه می کردند و شکارچیان از جنگل اطرافش دوری می کردند. این شایعات دیو را بیشتر در تنهایی فرو می برد. گاهی از دور نور خانه‌های روستا را از پنجره می دید و صدای خنده خانواده‌ها را در ذهنش تصور می کرد. آن لحظه ها بود که بیش از همیشه به یاد گذشته می افتاد، تالارهای روشن، مادرش، جشنهای باشکوه و آن غروری که همه چیز را از او گرفت. پشیمانی آهسته آهسته قلب سنگیاش را نرم می کرد. یک شب وقتی برف آرام بر باغ خاموش قصر می نشست، دیو به گلخانه رفت. رز جادویی هنوز زیر محفظه شیشهایی می درخشید، اما گلبرگ‌هایش بسیار کمتر از گذشته شده بودند. او پنجه بزرگش را روی شیشه گذاشت و برای نخستین بار با صدایی شکسته زمزمه کرد. آیا هنوز امیدی مانده است؟ آیا کسی می تواند درون این هیولان قلب یک انسان را ببیند؟ پاسخی نبود. فقط نور سرخ صورت غمگین او را روشن می کرد. اما همان شب در دوردستهای جنگل سرنوشت در حال حرکت بود. اسب تاجری سالخورده در میان برف راهش را گم کرده بود. و این آغاز راهی بود که به ورود بل ختم می شد.